بیننده نوشتن که در افغانستان اگر ملا زیر انتقاد قرار گرفت فوراً فیصله میکند و فتوا میدهد که به اسلام توهین کردید. یعنی به نظر انتقاد بالای ملا نعوذ بالله انتقاد بالای اسلام است. نه همچین چیزی نیست. انتقاد بالای ملا مادامی که حرفش خلاف قرآن و سنت باشه جایز است، بلکه واجب است. الدین و نصیحه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیح میفرمایند که الدین و نصیحه، دین که هست نصیحت است. گفتن که من این حدیث رو برای شما دقیقاً لفظش رو بیارم اینجا برای شما بخونم که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که الدین و نصیحه، دین نصیحت کردن است. گفتن که لمن یا رسول الله، کیا رو باید نصیحت بکنیم؟ یعنی قال لله ولکتابه ولرسوله ولائمة المسلمین و عامتهم، یعنی برای الله، برای رسول الله صلی الله علیه و سلم و برای ائمه مسلمان ها، علمای مسلمان ها، امرای مسلمان ها و عامه مسلمان ها. الله سبحانه و تعالی ما رو نصیحت میکنه، رسول الله صلی الله علیه و سلم ما رو نصیحت میکنه. ما هم باید علما رو، حاکمان رو، عامه مردم رو نصیحت بکنیم. اصلا یکی از دلایلی که ما بهترین امت هستیم چی است؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس. به خاطر چی؟ قیافامون خوشگله، ریش سبیلامون قشنگه؟ نه. قد و قیافامون خوبه، لباسامون فلانه، عبا و قبا داریم سرمون؟ نه. کنتم خیر امت اخرجت للناس چی؟ تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. امر به معروف میکنید و نهی از منکر میکنید. این واجب است. بعضیا میگن که امر به معروف نهی از منکر جز ارکان دین است. در زیر لا اله الا الله محمد رسول الله در قرار میدن که جز شرایط کلمه توحید است. بهترین امت به خاطر این هستیم که امر به معروف و نهی از منکر میکنیم و این امر به معروف و نهی از منکر برای عامه مردم هم هست، برای علما هم هست، برای حاکمان و پادشاهان و امرا و خلفا و امیرالمومنین هم هست، برای همه هست. الله ما رو، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خدا با امر به معروف میکنه ما رو. رسول الله صلی الله علیه و سلم امر به معروف میکنه ما رو. این وظیفه است. این یکی از دلایل بهترین امت بودن ماست که در دین ما امر به معروف و نهی از منکر است. پس هر کی رو که شما میبینید که عمل زشتی انجام میده، من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده، کسی که منکری رو میبینه با دستش تغییر بده. فإن لم يستطع فبلسانه، کسی که نمیتواند به زبانش. فمن لم يستطع فبقلبه، کسی که نمیتونه با قلبشون رو بد ببینه. اما این که ملا صاحب میاد میگه که او مردم نماز بخوانید، که بلند میشه تو رو چی که ما نماز میخوانیم یا نمیخوایم؟ نه نه نه، این غلط است. مادامی که ملا، ببینید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ببینید اولو الامر کیا هستن؟ اولو الامر کسانی هستن که علما، حاکمان، کسانی که قال الله قال رسول رو به ما میرسانن. وقتی که اونها ما رو به چیزی امر میکنن که حرف الله و رسول است، باید بگی آمنا سلمنا، حق نداری که اعتراض بکنی. اما مثلا به شما بگه ای مردم جمع بشید اینجا میخوایم اسقاط، نه، اینجا میتونید حرفشو رد بکنی. ملا صاحب دلیل از کجاست؟ او مردم جمع بشید به من کمک بکنید، به من پول بدید. ملا صاحب به چی دلیلی پول از ما میگیری؟ حرف مخالف قرآن و سنت زد، شما حق دارید با ادب و با احترام در مقابلش بیستید، حرفشو رد بکنید، انتقاد بکنید ازش. حتی اگر روششو، مثلا یک ملایی رو من کلیپش سر منبر برآمده هر چه فحش ناموسی نثار مقتدیانش میکنه که والا فلان منکری رو شما انجام دادید، نه، این ملا رو بعد زد تو دهنش. تو غلط میکنی، فحش ناموسی میدی، بی غیرت. تو کی هستی که فحش ناموسی میدی؟ حق نداره ملا فحش بده سر منبر رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما اگر حرفی میزنه که حرف الله و رسول است، باید حرفش رو قبول کرد و در مقابلش تسلیم شد.